فکر میکنید آدم خوبی هستید؟ اکثر ما باور داریم که هرگز به انسان بیگناه آسیب نمیزنیم، مخصوصاً برای یه خواسته ساده. اما در سال 1961 استنلی میلیگرام ثابت کرد که همه ما در اشتباهیم. او آزمایش هولناک طراحی کرد که نشون داد 65% از مردم عادی، دقیقاً افرادی مثل من و شما، حاضرن کشنده ترین شوک الکتریکی رو به یه غریبه وارد کنن، فقط به یه دلیل، چون به اونها دستور داده شده بود. این داستان آزمایش میلیگرامه، سفری به تاریک‌ترین گوشه‌های اطاعت‌پذیری انسان. در این آزمایش 3 نفر حضور داشتند: آزمایشگر با روپوش سفید، یادگیرنده و معلم. شما همیشه نقش معلم رو داشتید. وظیفه‌تون ساده بود: تست کردن حافظه یادگیرنده. هر بار که او کلمه‌ای رو اشتباه میگفت، شما باید یک کلید رو فشار میدادید تا به او شوک الکتریکی وارد بشه. شوک از 15 ولت شروع میشد، خیلی ناچیز، تا 450 ولت. روی آخرین کلید یک برچسب وحشتناک نصب شده بود: خطر، شوک شدید. اولش همه چیز ساده است. یادگیرنده چند جواب درست و غلط میده و شما کلیدهای ولتاژ رو پایین میزنید. اما با بالا رفتن ولتاژ، واکنش‌های یادگیرنده شروع میشه. در 75 ولت صدای ناله‌اش بلند میشه. در 120 ولت فریاد میزنه که شوک‌ها واقعا دردناک شدن. در 150 ولت اون با فریاد میگه منو از اینجا بیارید بیرون، دیگه ادامه نمیدم. حالا معلم کم کم فشار سنگینی رو احساس میکنه. بیشتر معلم‌ها در این لحظه توقف می‌کردند، رو به آزمایشگر می‌کردند و می‌پرسیدند باید ادامه بدم؟ اما مرد روپوش سفید کاملا خونسرد بود. اون فقط یک جواب میداد: لطفاً ادامه بدید. اگر معلم دوباره اعتراض می‌کرد، اون میگفت آزمایش ایجاب می‌کنه که شما ادامه بدید. در 300 ولت یادگیرنده با لگد به دیوار می‌کوبید و فریاد می‌زد که ناراحتی قلبی دارم. و بعد سکوت. یادگیرنده دیگه جوابی نمیداد، دیگه فریادی نمی‌کشید، فقط سکوت مطلق. آیا اون مرده بود؟ بیهوش شده بود؟ معلم دستاش میلرزید، اما متوقف نمیشد. چرا؟ چون اون شخص مقتدر به اون گفته بود که مسئولیت همه چیز با اونه، نه با معلم. معلم آخرین کلید رو میزنه: 450 ولت، آنم نه یک بار بلکه 3 بار پشت سر هم. در نهایت 65% از شرکت کنندگان تا آخرین مرحله، یعنی مرگبارترین شوک، پیش رفتن. Nice to meet you. Welcome to the experiment. We can begin now. اما حقیقت این بود: یادگیرنده فقط یه بازیگر بود و هیچ شوکی در کار نبود. تمام اینها نمایشی بود تا یک نفر تست بشه و اونم هیچ کسی نبود جز معلم. آزمایش میلیگرام یک حقیقت تاریک رو فاش کرد. ما تحت فشار قدرت تبدیل به مهره‌های بی اراده‌ای میشیم. ما مسئولیت رو از گردن خودمون باز میکنیم و میگیم من فقط داشتم دستورات رو اجرا میکردم. سوال اینجاست که مرز شما کجاست؟ اگه شما بودید کجا متوقف میشدید؟ برای اینکه بیشتر بدونید چرا مغز ما گاهی فریبمون میده، میتونید ویدیوی قبلی من رو درباره توهم دانایی تماشا کنید. برای تحلیل‌های روانشناسی بیشتر سابسکرایب یادتون نره. آگاه بمونید.